بزرگ است، استاد جنید، پیر جنیدی بغدادی و بسیار شخصی معروف و معتبر و بسیار پرهیزگار است، در تاریخ گذشته است. یک کنیزک خریده بود، همین روزانه میدید دویم هم کنیزک چشماش سرخ. بعد یک شب بر وقتر خیست، همین چکار میکرده باشه این دویم چشماش سرخی خوبلوی، دید که کنیزک شب خوب نمیکرده است، ذکر خدا میکنه. یک روز نماز تهجد خواند و سری تماشا دوره و خلوت دیگه دوره که چکار میکرده باشه. بعد دست به دعا برداشت. کنیزک دعا میکنه الها به حق همون محبتی که تو بر من داری مشکلی را ای سرم دور گردان، گناهام با آمرز. این سری دیگه طاقت نکردی، عالم اسلام گفت جوان مرگ خطا نگو، بگو به حق اون محبتی که من به تو دارم، به خاطر اون محبتی که من به تو دارم. تو چرا میگی به خاطر محبتی که تو بر من داری؟ کنیز گفت ای خواجه، همین نشانه محبت نیست که تو سروری طایفه صوفی ها در خواب مستی و ما یک کنیزکی بی قدر و بی مقدار شب به عبادت خدا روز میکنیم؟ مگر همین نشانه محبت خدا نیست؟ هش سری سقطی پرید، بامداد رفت خون، کنیز صدا کرد، گفت تو آزاد، تو فقط بندگی یک ذاتی بزرگ شایسته ای، بندگی خدا را. تو باید بندگی هیچ مخلوق نکنی. یک بار یک مزدی هم براش داد، یک مبلغ کلان داد که عذاب نکشه و در مشقت نباشه، فقط عبادت خدا را کنه. ببینید همین سری نداد، خدا داد به او را. سبحان الله، سری یک جا داده میتونه، خدا براش رسون، اما توسط به واسطه سری سقطی، به دست سری سقطی. احفظ الله یحفظک، حفظ که خدا را، خداوند البته محافظت میکنه، هیچ وقت را نمیگذاره که خار بشه. معنی الله گفتان سیبوی یعلهون فی الحوایج هم لدی، فی حوایج هم لدی. سیبوی یک عالم بزرگ نحوی است. کلمه الله وقت شرح میته میگه الله از باب علیه یعله است. علیه انا که الله ذاتی که به او توجه میکنن، روی نیاز میارن در مشکلی و در مشقت، در عذاب. یعلهون فی الحوایج، فی حوایج هم لدی، در حاجت هاشو مردم به سوی خدا مراجعت میکنن. گفت علیهنا فی حوایجنا الیک والتمسناها وجدناها لدیک، یعنی علیهنا توجه میکنیم، رو میاریم در حاجت هامو به سوی تو ذات بزرگ، التماس میکنیم، ترا التجا میکنیم و حاجتمون از تو میوبیم. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. اگر کرم خدا را، سخای خدا را، بخشش خدا را هزاران و ده ها هزار بار نمیدیدن، عاقلا، شخصای عالم دانشمند اینقدر بندگی میکردن خدا را. بزرگوی هستن که سجده را بهترین حالت حیات خود میدونن. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان در اوجها، گرگ و فیل و حیدر و اشغال نیست، اشغالش همی شغال هی، اژدهای زفت و مور و مار نیست. تمام حیوانات با ذکر خدا مشغولن، همه ذکر خدا میکنن، همه یاد خدا میکنن. همون مورچه خورترینه که برای زمستانش توشه جمع میکنه، همون ذکر خدا را میکنه. بلکه باد و آب و خاک و هر شرار، مایه زو یابند هم دی هم بهار. چجای حیوانات که حیوانات لااقل جان دارن، جسمهای منجمد مثل سنگ، کلوخ، باد و آب، همه ذکر خدا را میکنن. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن. هر چیزی که در روی زمین است، در 7 آسمان و 7 زمین است، همه تسبیح خدا را میگن، همه ذکر خدا را میکنن. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی وجود نداره که ذکر خدا را نکنن. اما شما میگه گوش نداره، شما عقلی فهمیدن او را نداره. جملگان کیسه از او بردوختند،
دادن حاجت از او آموختند، هین از او خواهد نه از غیر او. ای مسلمانو، ای خدا بخواهد، از غیر خدا نه. آب در یم جو مجو در خشک جو. آب در حوض طلب میکنی، در جوی خشکیده که جو آب میوبی، ور بخواهی از دیگر هم او دیهد، در کفی میلش سخا هم او نیهد. از یک کسی دیگر هم که طلب کنی هم خدا میتد. اگر خدا راضی باشه دلی اون مرده که نرم میکنه اگه چیز میته، و ایلو نمیتد خوکت نمیته، میگه ندارم. آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل نعمت را ولی نعمت کند. پس اذا سألت فاسأل الله، وقتی چیزی میخواهی چیزی میطلبی از خدا بطلب. و اذا استعنت فاستعن بالله، کمک میخواهی از خدا کمک بخواه، از مخلوق کمک نخواه. این مخلوق کرای اون را نداره که از او کمک بخواهی، از خدا کمک بخواه. انشالله با یک مخلوق میبینی که به امر پروردگار، به هدایت عنایت پروردگار یا یک کمکت میکنه، دستگیریت میکنه. او دستگیری را از خدا بدان. اذا سألت فاسأل الله. واقعا هر وقتی که در یک مشکلی و مشقت بغلطیم فقط خدا کمک میکنه، دیگه کی کمک کرده میتونه؟ هیچ. شیخ علی طنطاوی، شیخی ازهر، در همین جشن امام اعظم خدا رحمتش کنه اومده بود، همینجا شرکت داشت، دیدم دینش. در یک کتابش ذکر میکند، میگه یک روز مسجد جامع قاهره در اومده، میگه به خاطر نماز ادا کردن. حالی وقتی نماز شروع نشده است، یک آدم نماز خونده است، نماز نافله شاید تحیه میخوند، همین نماز خوانی شدید. میگه در دلم شک غلطید در اون که آیا همین شخص طریقه نماز خوندن میدونسته باشه یا نه. بسیار با ترس میخونه، گاه کوشش میکنه رکوع کنه بخچه راست میکنه. همین شخصی نو شاگرده که نو شروع کرده است به همین شکل. بعد نماز وقتی که سلام داد، در پهلو شیشتم سلام علیک کردیم پتیش. و میگه سوالش کردم که برادر مسلمان هستی؟ گفت الحمدلله مسلمان نباشم در مسجد چیکار میکنم؟ میگه گفتم آخه تو در سینی قریب رسیده چه خیلی تو مسلمان و مسیحی هستی، از نماز خوانی دیده میشود که تو نو نماز یاد گرفته؟ گفت بله، روز دیم است نماز بخونم. میگه گفتم چی سبب شد؟ گفت ما از خوردی در یک عائله اروپایی معاب تربیه یافتیم، یعنی پدر و مادر و اهل خانواده همه تربیه اروپایی دیده بودن، نماز نمیدونستن چیه. من خیال میکردم در تاجیکستان ما کسی نیست که یگان سوره ندونه، متاسفانه بدیم. فکر تعلیم نگرفتی از کجا سوره نمیدونی؟ از بس که میگه در عائله ما نام الله نمیگرفت کسی نماز نمیخون، کسی ذکر نمیکرد، هیچی نمیدونستم. به همین شکل بزرگ شدیم. مکتب عالی را در اروپا خواندم. آمده میگه در قوه‌های حربی مصر به حیث افسر کار میکنم و از دوش ندیسن نیویسگاه. همین نزدیکی قطعی میگه یک روز از چی میپریم، از چتر پراشوت، قدرت خدای تعالی پراشوت باز نشد. زپسکش هم میکشم، میگه زپسکش در دست میویا کنده شده، باز نشد. اگه دیگه دست و دل همه کنده شده است. همین وقت بوری اول در حیات میگه کلمه الله در زبان اومد. یا الله استغیث بک، پروردگار رو به تو پناه میبرم. همیشه سخنم میگه گفته بودم که همون زپسنوی پراشوتی که چیزش کنده شده بود کشوده شد. اومدم در زمین زدم، خداوند حفظم کرد، پام اندک لط خورده نکی الحمدلله سالی ماندم. به خود اندیشه کردم که آخه خاک در سرت برای چی در بالای هوا نگفتی که یا وزیر مدافعه مدد؟ چرا نگفتی ای بوش مدد، ای پدر مدد،
ای مادر مدد. شخصی که در حیات نام الله نگرفته است، در اون حالت مشکلی نام الله در زبان اومد میگه. حالی دیر نشید است بگه گفتم هیچ نمیدونم آخی. یک همسایه را پرسکاو کردم دیروز، همه طریقه نماز خواندن رکوع و سجده را برام تعلیم داد. انا میام مردم من نگاه کرده و به ترس همه یک شخص از پیشم چخیله که نماز میخونه و هم مثل همون نماز خونده و چیزی که او شبر میکنه ما را خیلی شبر کرده نماز خوندستیم. بعد میگه خستم و غشش کردم، از پیشوانش بوسه کردم که الحمدلله انا مسلمان شدی، مسلمان کامل شدی، کل شیء یرجع الی اصلی. انا باید برای ما و شما را همیشه عبرت باشد. میزنیم خدمت پایان، میزنیم بالا. وقتی که معین دقیق دونستیم که میبریم به الله گو میشیم. اما الله در وقتی سالمیت بگو، الله در وقتی ثروتمندیت بگو، الله در وقتی بگو که کامل هستی، قوت داری، دنیا را دوست می‌داری، محبت به حیات داری، محبت به مال و ثروت داری، تا اینکه پروردگار در وقتی تنگی و مشقت دستگیریت کنه. احفظ الله تجده تجاهک، معناش همین است. احفظ الله تجده تجاهک. انا میگم خدا را باید ما محافظت کنیم. وقتی محافظت کردیم، وقتی در قلبمون کیبت باشه، ان شاء الله در اون صورت از کسی خوفم نداریم، خطرم نداریم. بعضی جوان مردان رو میبینید چنان به تشویش میگردن. چرا؟ زیرا که میگن خدا داریم. من خدا دارم، چی پروا دارم؟ الله همراه من چی پروا دارم؟ امام حسن بصری را نزد حجاج آوردن. حجاج ابن یوسف ظالم. شما حجاج ابن یوسف میدونید نه؟ حضرت عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز که مسجد ما به نام همین بزرگ گذاشته شده است، گفت اگر هر ملت با فرعونش بیاید، هر ملت با فرعونش یعنی با ظالم ترین پادشاهش، ما همه حجاج مون اگر پیشنهاد کنیم از همه فرعون ها فرعون تره. زیاده از 100,000 آدم کشته است، به بعض روایت 120,000 آدم کشته است. تصور کنید به درجه ظالم صفاک بود که تو با کشتن آدم نمیدید است، اشتهاش نمی اومده است. پیش از او که طعام چاش بخره عبید کنه، می فرموده است یک دو مجرم می آوردن در پیشش گردن می زدین، بعد طعامش می خورد است. حسن بصری را صدا کرد. امام حسن بصری یک جوان مردی قامت بلندی بسیار زیبا بود است، بسیار صورت زیبا و وقار بزرگ داشت. خیراتش کرد، واهمه کرده که میکشمت فلان و بسمدان. امام حسن حتی میجش هم نخورد. گفت گوش کن، بین تو و آدم علیه السلام چند پشت گذشتگی ای؟ از تو تا زمان آدم علیه السلام چقدر آدم گذشته است؟ حجاج گفت بشمار، عددشون خدا میدونه. یه وقت خشش سرش زد که ایچی میگه. دیگه در دهشت غلطید، نگران شد. ایچی سوال بود. دیگه نه لام گفته تونست نه میم. امام حسن بصری به همو وقار، به همو آبرو، به همو عزت از در خارج شد. دیگه یک سخنش نگفت به امام حسن بصری. اینا به یک کلمه گفت. زیرا امام حسن از خدا میترسه. از خدا کی ترسیدی دیگه پروایی کی داری؟ مقصد تو مرای مردن میترسونی؟ و هم عاقبت میمریم، هممون عاقبت به سوی خدا میریم. مسلمانو از تو تا زمان آدم علیه السلام چقدر شخص گذشته است؟ گفت به شمار. گفت حالی کجا دن؟ تمام دیگه شخص شید حجاج ابن یوسف. انا میگم باید ما و شما هم خدا همیشه در قلب ما باشه، خدا همیشه در زبان ما باشه، همیشه با ذکر به یاد خدا باشیم. انشاءالله در این صورت خداوند متعال هر کجایی که رفتیم همراهمون است. هر کجایی که هر عملی که دست زدیم انشاءالله پروردگار دستگیری ما و شما است. متاسفانه حدیث تا آخر شرح داده نتونستم. انشاءالله هفته آینده از همه جایی که صحبت قطع کردیم صحبت مون دوام میتیم. بعد درباره حدیث های حسن لغیرهی، این حسنی که ما گفتیم حسن لنفسهی، بعد حدیث ضعیف انشاءالله صحبت میکنیم. اگر ما
شاید بعضیا گیله کنن که چرا همش یک بار نمیکنیم نمیگوی. ما راستی تجربه کردیم که بسیاری مردم خواب میبره. اگر صحبت بسیار علمی شود مردم خواب میبره، برای اون که همین خلق خواب نبره شرح توضیح داده همون مسئله هایی را که بسیار مهم هستند کوشش میکنیم که به شما پیشنهاد کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و سالم و غانم با آبرو و عزت با سری بلند جیبی پر بازگشتن براش نصیب روزی گردانند. در حق برادر ما غیرت جان یک برادری محب داریم، دعا میکنیم خداوند سعادت دارین نصیب روزیش بگردانند. در حق برادر ما عادل جان که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و فرزنداش هم مثل خودش محب بزرگ بسازه. در حق برادر ما حاجی عبدالله پروردگار به نامش موافق زندگی کنه همیشه و خداوند فرزنداش هم مثل خودش بزرگ کنه. در حق برادر ما حاجی سفر و دیگر برادرایی که طلب دعا دارن دعا میکنیم که خداوند در این روز شریف که سید الایام است، در این ساعت که ساعت اجابت دعا هاست، خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانشو باشد، در کسب و کار و زندگیشو برکات عطا کند، جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گرداند. پروردگار رو به فرزند و فرزندان صالح عطا کن. خداوند و قرضدارا را از قرض خلاص کن. پروردگار رو و محبوسان آزادی کامل عاجل نصیب روزی گردان. خداوند و مستمندان و کسانی را که امروز احتیاج دارند بعضی مشکلات اقتصادی به سرش اومده است، از این مشکلات رها کن. رزق روزی بندگان مؤمن خویش رو فراخ و وسع گردان. ارواح گذشته های ما را شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان. طاعت و عبادات ما را با وجود آن که پرنقصان هست خودمان پرنقصان هستیم خداوند و با درگاهت قبول و مقبول گردان و توشه آخرت ما ساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.